مهمی است که طالبا از این غرور و کبری که برشان پیدا شده از این غرور پایین بیان. اینا افغانستان را به زور نگرفته. اینا افغانستان را فتح نکرده. اینا فوج افغانستان را و لشکر افغانستان را و دفاع افغانستان را شکست ندادند. این قصه دراز است، خودشان هم میفهمه و ما میفهمیم، دنیا میفهمه. افغانستان برشان داده شد. حالا باید اینقدر کبر و غرور نکنن. قضیه افغانستان به این حل نمیشه که اینا یک کمیسیون را برای دعوت مخالفین تشکیل بتن و بگوین که فلانی را دعوت کردیم فلانی را. این راه حل نیست. مردم افغانستان نام تسلیمی سرشان بد میخوره و با تسلیمی آماده نیستند. بهتری است که از غرور مثل که گفتم پایین بیان، هیئت مذاکره‌چی خود را تعیین کنند، اعلان کنند و به دنیا اعلان کنند که ما آماده هستیم با مخالفین از راه مذاکره و از راه مفاهمه مشکل افغانستان را حل کنیم. اینمی فرصت را باید از دست نتن. فردا شاید این فرصت را نداشته باشد. پس فردا شاید این فرصت را نداشته باشد. شاید روزی برسه، خدا نخواسته که ملک از اینا و از دست ما هم برآید. بهتر است فعلا توپ در گور خود از ایناست. اینا باید صدا کنند که بیاین ما با مخالفین میخواهیم که از راه مذاکره مشکل را حل کنیم، از راه مفاهمه و مصالحه مشکل افغانستان را حل کنیم تا افغانستان خانه با عزت و با آبرو و با کرامت هر افغان شود و هر افغان بدون ترس، بدون پریشانی، بدون تردد برد افغانستان زندگی با عزت و با آبرو و با حیثیت خود را در زیر چتر یک نظامی که از مورد پسند تمام ملت است، نظامی که از اراده کل ملت به میان آمده باشه، کل گیدموج یک جای زندگی کنه. خداوند